السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی قدر، انشاءالله امروز موضوع صحبت خود را در اطراف یکی از صحابگان گرامی حضرت انس ابن مالک خواهیم انجام داد. انس ابن مالک معروفاً به نام خادم پیامبر گرامی اسلام. زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم از مکه هجرت کردند و به سوی مدینه سفر کردند، در این زمان که حالا پیامبر گرامی اسلام به مدینه منوره نرسیده بودند، زیادی از اهل مدینه با پیامبر گرامی اسلام ایمان آورده بودند، مسلمان شده بودند، از جمله مادر انس ابن مالک که آنها هم به پیامبر گرامی اسلام ایمان آورده بودند و فرزند خود را که انس بود تلقین شهادت کردند، به سوی اسلام دعوت کردند و این انس که خردسال بود 10 سال داشت، این را قبول کرد و این شهادت را به زبان راند، یعنی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. حضرت انس هم که خردسال بودند از حیات پیامبر گرامی اسلام که شنیدن، یک محبت صمیمی، یک محبت و شوق زیادی در دلشان نسبت پیامبر گرامی اسلام جا شد و میخواستند، آرزو شد برایشان، امید کردند که به سوی مکه رفته باشند و پیامبر صلی الله علیه و سلم را دیده باشند. و دیر نگذشته یک ندای شد، یک صدای را شنیدند که به نزدیک پیامبر گرامی اسلام به مدینه که در آن زمان یثریب نام داشت قدوم می‌فرمایند و این کودک پسر بچه انس خیلی یک خوشحالی در دلشان شد و هر روز بیرون می شدند و در راه منتظر دیدار پیامبر گرامی اسلام می شدند و چند روز این دوام کرد. از صبح خارج می شدند و انتظار پیامبر گرامی اسلام تا شام و حزین و غمگین برمی گشتند که پیامبر نیامد و نتوانستیم او را دیده باشیم. بالاخره یک ساعت انجام رسید که یک ندای، یک هاتف صدا داد که یک نفری که پیامبر با صاحبش یعنی با ابوبکر صدیق در نزدیکی مدینه هستند، یعنی داخل مدینه منوره می شوند. و در اون ساعت همه جمع شده بودند، اهل مدینه، مردها گروه گروه و کودکان در یک گروه و اینچنین زنها در نزد خانه های خود منتظر دیدار پیامبر گرامی اسلام بودند، منتظر تشریف آوردن پیامبر گرامی اسلام بودند. و در بین این کودکان همین طفل زیبا انس ابن مالک بود که میخواست از پیامبر گرامی اسلام دیدار کند. و زمانی که پیامبر با حضرت ابوبکر داخل مدینه منوره شدند، یک نور را آوردند، یک هدایت را. حضرت ابوبکر و پیامبر گرامی اسلام را که ندیده بودند، نمیدانستند که کدامش پیامبر گرامی اسلام است. از یکدیگر میپرسیدند که کدامش پیامبر گرامی باشد. زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم قدوم فرمودند بر مدینه منوره که در اون زمان یثریب نام داشت و هر نفر چه از مردها و چه از زنها یک تحفه را، یک هدیه را برای پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم آورده تحفه کردند. در جمله این نفرانی که تحفه آوردن و پیامبر رسانیدن، مادر انس ابن مالک بود که نامشان رمیسا. همین فرزند زیبای خود را، انس را، نزد پیامبر گرامی اسلام آوردند و به سوی پیامبر فرمودند که یا رسول الله، همه چه از مردها و چه از زنها یک تحفه برای شما آماده کرد و انا لا اجد ما اتحفک به غیر ابن هذا. این جمله را گفتند که یا رسول الله، من چیزی را پیدا نکردم که برای شما تحفه بسازم، هدیه بسازم بجز همین طفلی که دارم، یعنی حضرت انس.
و پیامبر صلی الله علیه و سلم فحش و بش، یعنی پیامبر گرامی اسلام به یک خرسندی، به یک خوشحالی این طفل را، این کودک را قبول کردند. با دستان مبارک خود سری حضرت انس را مالیدند و به سوی اهل و عائله خود ضم کردند، یعنی در بین فرزندهای خود او را جایگزین کردند و جای دادند. و حضرت انس ابن مالک در اون زمان که 10 سال داشت، 10 سال دیگر با پیامبر صلی الله علیه و سلم در خاندان پیامبر صلی الله علیه و سلم زیستند و مربیشان، تربیت کنندهشان پیامبر گرامی اسلام بودند. و حضرت انس ابن مالک میفرماید که پیامبر صلی الله علیه و سلم بهترین اخلاق را داشتند و الله سبحانه و تعالی را بر پیامبرش چنین بشارت دارد که و انک لعلی خلق عظیم، یا پیامبر ای محمد تو بهترین، بزرگترین اخلاق حمیده را دارا هستی. حضرت انس هم چنین گفتند که پیامبر گرامی اسلام بهترین اخلاق را دارا بودند. حتی میفرمایند روز مرا به سوی بازار روان کردند برای یک کاری را انجام دادن. وقتی من در راه می آمدم گروه از کودکان را دیدم که بازی می کردند و من هم مشغول همون بازی گشتم. یک زمان احساس کردم که در پشت من نفری هست. برگشتم که پیامبر گرامی اسلام ایستاده اند و با یک تبسم برایم گفتند که یا اونیس اذهبت حیث ما امرتک، آیا تو رفتی آنجایی که من به تو امر کرده بودم، آن کاری را که من از تو میخواستم؟ میگوید حضرت انس که من گفتم یا رسول الله الان، حالا من به سوی این کار میروم، به سوی امری که شما گفتید. در 10 سالی که میگوید حضرت انس من با پیامبر گرامی اسلام در خاندان پیامبر گرامی اسلام زندگی کردم، بار هم پیامبر صلی الله علیه و سلم کاری را که من انجام دادم نگفتن که چرا این را انجام دادی و کاری را که ترک کرده بودم نگفتن که چرا این ترک کردی. یک اخلاقی که حتی هیچ پدری به فرزند چنین اخلاق کرده نمیتونه، چنین رحمت. این است که پیامبر گرامی اسلام رحمت للعالمین است. الله میفرماید و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ای محمد ما تو را نفرستادیم مگر رحمت بر عالمیان. و از دست محبت و دوستداری که پیامبر صلی الله علیه و سلم نسبت انس ابن مالک داشتند، گاه او را یا اونیس میگفتند، یعنی به صیغه که تصغیر میکند، خرد میکند به یک محبت، معنای یک محبت را دارد که یا اونیس، ای انسی که خرد است، یا اونیس گفته، یا دیگر صدا میکردند که یا بنی، ای فرزند من. چنین یک مهربانی را پیامبر صلی الله علیه و سلم نسبت حضرت انس داشتند. و پیامبر گرامی اسلام در حق انس ابن مالک یک دعای زیبایی را کردند، گفتند که اللهم ارزقه مالا و ولدا و بارک له. خداوند گفتند در فرزندهای انس و در مالش و در عمرش برکت بفرما. و الله مهربان دعای پیامبر گرامی اسلام را قبول ساخت که زیاده از 100 فرزند خود را حضرت انس دیدند و این چنین خیلی غنی گشتند، خیلی ثروتمند گشتند که دعای پیامبر بود. و این چنین عمری طولانی دیدند که 103 سال عمر. این دعاهای بود که 3 دعایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم نسبت انس ابن مالک کردند و در تجربه و در زندگی عملی گشت. و این چنین حضرت انس ابن مالک از 2 ساعت حیات خود زیاد ذکر میکرد. در یکیش خرسندی و خوشحالی داشت و در دیگر تنها گریان میگشت. اینم باشد همون روزی که پیامبر صلی الله علیه و سلم مدینه منوره تشریف فرمودند، همین ساعت ذکر میکرد، یاد میکرد و خیلی خوشحال میشد. و دومین ساعت این بود که وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم از دنیا گذشتند، همون ساعت را یاد میکرد و خود میگریست و دیگران هم میگریستند. و میگوید انس ابن مالک که همون روز دوشنبه که پیامبر گرامی اسلام از دنیا گذشتند، صبح همون روز برای ما چهره پیامبر گرامی اسلام را نشان دادند که آن چنان چهره زیبا بود که مانند صحفه قرآن، مانند یک ورق قرآن بود.
و دیگر آرزویی که حضرت انس ابن مالک به خود می پروریدن و دائم از آن یاد می کردن این بود که روز قیامت نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم بیستم و چنین بگویم که یا رسول الله هذا خویدیمک انیس، ای رسول الله، ای رسول خدا، این خدمتگار تو هست، انیس خدمتگار تو هست، که روز قیامت همین آرزو را داشتن که با پیامبر صلی الله علیه و سلم واخری داشته باشند و همین جمله را برایشان گفته باشند. و دیگر فضیلت و بزرگی حضرت انس ابن مالک این بود که در جمله کسانی که زیاد روایت حدیث کردن در طبقه سوم می ایستد، بعد از حضرت ابو هریره و حضرت عبدالله ابن عمر. عدد سوم حضرت انس ابن مالک هستند که زیاد حدیث از پیامبر گرامی اسلام روایت کردند. خداوند از حضرت انس ابن مالک رضا باشد و ما مسلمان ها را خداوند پیرو حقیقی پیامبر گرامی اسلام گردانده باشد و مانند انس ابن مالک محبت پیامبر گرامی اسلام را در دل ما جای کرده باشد. السلام علیکم و رحمت الله.